عفت. یه نکته در این رابطه بگم، ازدواج مصلحتی نیست. به خاطر پدر، به خاطر مادر، دختر خالت بگیر، دختر عمت بگیر، این سید حتما باید سید بگیره، این شیخ باید حتما شیخ بگیره. این رعیت ما اینا رو نداریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در ازدواج انتخاب بر اساس معیارها باید شکل بگیره، اما باید عروس برای داماد جذابم باشه تا به عفت برسه. باید داماد برای عروس جذابم باشه تا اونو به عفت برسونه. خیلی ازدواج‌های مصلحتی پسر و دخترمون به عفت نمیرسن، به خاطر مادرشه، به خاطر خالشه. اگر با دختر خالت ازدواج نکردی شیرم برات حرام. معذرت میخوام، من و تو که نمیخوام ازدواج بکنیم. وقتی نوبت خودت بودی که بابا هستید، وقتی میخواستی ازدواج بکنید اراده رو از بچه میگرفتید، اما وظیفه پدر و مادر است که فرزندش رو راهنمایی بکنه، در کنارش باشه، راهنمایی بکنه، جهتش بده که خوب انتخاب بکنه. اگر دو تا خوب بودن، همه اوصاف خوبی داشتن، دو تا عروس یا دو تا داماد، یکی در کنار خوبی دل پسرمون دل دخترمون هم میخواست، اون یکی که دلش میخواد بهش بدید. غذایی که اشتها نداره بهش ندید. اما فرزندان ما هم اگر پدر و مادری دلسوزی کردن، بچه هاشون از تو زباله‌دونی پیدا نکردن، دلسوزی کردن، پسرم دخترم درسته تو عاشق شدید، تو دلبسته شدید، ولی ما صلاح نمیدونیم به این دلیل و این دلیل حرف پدر مادر گوش دادن، یک کیس دیگه پیدا بکن که دل خودت هم بخواد، ولی چه پدر و مادرم دوست داشته باشن. دعای برکت خیر پدر و مادر میتونه بزرگترین سرمایه برای فرزندان باشن. وقتی پدر و مادر خوبه و خیرخواهی پدر فرزندشو میخواد. پس بچه هامونو وادار به ازدواجی که به خاطر من و تو با این دختر یا اون دختر یا این پسر بکنن، بعد از 1 سال 2 سال 3 سال سیر میشن، روابطشون سرد میشه. تو همین لارستان خودمون شاید روستایی باشه 2500 نفر بیشتر جمعیتش نیست، در 1 سال 30 تا طلاق بوده. شاید 50 سال میگذشت، 40 سال میگذشت، 1 طلاق تو منطقه کسی نمیشنید. ولی الان آمار طلاق با آمار ازدواج در کشور داره برابری میکنه. از هر 4 ازدواج نزدیک به 2 تاش منجر به طلاق میشه زیر 2 سال ازدواج. آمارا خیلی وحشتناکه. ما نزدیک بین 10 تا 12 تا 15 میلیون جوان در ترافیک ازدواج داریم، نمیتونن داماد بشن. در کشور ما که یکی از جوانترین کشورهای دنیاست، بین 10 تا 15 میلیون جوان در ترافیک ازدواجه. قدرت پرداخت مهریه نداره، قدرت پرداخت ارکستر نداره، قدرت پرداخت فلان نداره، قدرت پرداخت هیچی نداره. وقتی که ازدواج مثل آب خوردن شد، اون موقع اگر کسی ازدواج نکرد حق داری شلاقش بزنی. وقتی گربه گرسنه است، گوشتم گذاشته جلوش، اگر خورد تو حق نداری گربه رو شلاق بزنید. جامعه‌ای میتونه جوانو شلاق بزنه اگر خطا بکنه تو مسائل ناموسی که بزرگان قوم، دولتمردان، حکام اسباب ازدواج رو فراهم بکنن. اون دیگه مریض بیماره. 15 میلیون تو ترافیک ازدواج. از بمب‌های اتمی و شیمیایی هم خطرناکتر اگر اینا منفجر بشن. اینا آتش زیر خاکستره. 15 میلیون یک دفعه منفجر بشه. سن ازدواج داره بالا میره، بلوغ داره زودرس میشه، بچه 8 ساله بالغ شده، دختر دوم ابتدایی بالغ شده.
ولی نمیتونه ازدواج بکنه بلوغ زودرس مگر بعد از 35 سال. این بلوغ زودرس، فضای مجازی، غذاهای شیمیایی، مواد شیمیایی که به میوه و به همه چیز ما، غذای ما داره تزریق میشه، بلوغ زودرس، این شبکه‌های ماهواره‌ای، بی‌پروایی پدر و مادر، بلوغ زودرس تو دخترها و پسرمون داره ایجاد میکنه. بچه 8 ساله معذرت میخوام 9 ساله کلاس دوم ابتدایی سوم ابتدایی بالغ شده. بلوغ زودرس 20 سال فاصله تا ازدواج، 25 سال چه باید بکشه؟ پدر وقتی سرش رو بالش میذاره خوابش میره، همین سرش نگذاشته خروپوفش بلند شد. این سن بهش میگن سن کوفتگی و خستگی، عرب بهش میگه سن المراهقه. سن نیست که بچه های ما خسته میشن، کوفته میشن، وقتی سر رو بالش میذارن تازه بیدار میشن. ولی پدر و مادر خوابه. کدوم یکی از ما ساعت 2 شب بلند شدیم ببینیم دست پسرمون کجاست، پاش کجاست، کجا خوابیده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند از سن 7 سالگی بچه هاتون رو تشویق به نماز بکنید، در سن 10 سالگی بزنیدشون و در سن 10 سالگی خوابگاهشون رو جدا بکنید. فرقوا بینهم فی المضاجع. 2 تا دختر، نه پسر و دختر حق ندارن روی یک تشک زیر یک لحاف، حتی که سنشون 10 سال باشه. نه که پسر و دختر، حتی 2 تا دختر، 2 تا خواهر 10 ساله و 11 ساله، 2 تا برادر 10 ساله و 11 ساله حق ندارن روی دوشک بخوابن، زیر یک لحاف، زیر یک پتو، زیر یک چادر. پدر شب بلند میشه میره دستشویی برمیگرده میخوابه، بلند میشه میره سر یخچال آب میخوره میاد میخوابه. بلند شو برو تو اتاق بچت نگاه بکن. بعضی بچه ها شب راه میرن، تو خواب راه میرن، از تو اون اتاق در آمده رفت کنار خواهرش خوابیده. خب این اگه شب بیدار شد، شهوت و شیطان تعارف با کسی نداره. این دختر شیخه، این دختر ملاست، این دختر حاکمه، این دختر استانداره، این دختر پروفسور فلانیه. بعضی فکر میکنن شهوت فقط مخصوص لاتاست. این حرفا چیه؟ بلند شو کجا خوابیدن. مشکل پیدا میشه. چرا چشمانمون رو بستیم، خودمون رو به اون کوچه زدیم؟ چرا متوجه نیستیم که نسل خودمون، آینده خودمون، علما میگن فرزند صالح تولد دوباره یک پدر صالحه. یعنی وقتی تو فرزند صالح، مؤدب، مفید دارید، مصلح دارید، مثل اینکه خودت دوباره تولد شدید. و شاگرد صالح تولد دوباره یک معلم صالحه، یک عالمه و یک استاد صالحه و یک مربی است. اون نسل خودمونه، به نسل آینده رحم بکنیم، کمکشون بکنیم. ازدواج باید مثل آب خوردن باشه. اما زن حلال 1 میلیارد پول میخواد، زنا زن حرام مفتیه، یه چیزم میدن. واقعا مشکل درست شده. من تو جامعه هستم، من با جوانا هستم، درد دلشون به من میگن، با من تعارفی ندارن، خیلی وقتا شکایت پدر و مادرشون میکنن. به این جوانا رحم بکنید. ازدواج برای پوز دادن نیست که تو بخوای با ازدواج پسر و دختر پوز بدید. من چه این مراسم باشکوهی. دختر و پسر ما ماشین نیستن، حیوان نیستن، مال نیستن که قیمت درشون بذارید. اینا قیمت ندارن. اینا فرزندان ما هستن، جگرگوشه های ما هستن. نه مهریه 100,000 تومان، نه 200,000 تومان، نه 500 میلیون. نه بز میخوای بخرید؟ این داماد تو فردا بابای نوه تو میشه. انسان همینجور داره در تکامل اسلامی شکل میگیره. اول کودک بودی، بعد نوجوان، بعد جوان، بعد مرد شدی، ازدواج کردی، بعد پدر شدی و بچه دار شدن. تو داری تکامل انسانی رو طی میکنید. بعد وقتی پدر بزرگ شدید،
فرزند تو ازدواج کرد، بچه به دنیا آورد، تو میشی پدر بزرگ. داماد تو حکم پسر تو رو داره. چرا بعضی از پدر عروس‌ها یا بزرگان پدر و مادر عروس میخواد شب اول عروسی دامادش رو چپاول بکنه، 500 میلیون 1 میلیارد پول بده؟ تو دامادتون رو غارت میکنید. این پدر نوی تو خواهد شد. دین و ایمان و اخلاق دارید، اصالت دارید، سواد دارید. عزیزی میگفت رفتم خواستگاری، فکر میکردم این چند تا سوال اگه از من بکنم خوب جواب میدم. اهل دود هستی؟ نه. میگه جواب آماده کرده بودم که به من بگن. سیگار میکشی؟ نه. شراب میخوری؟ نه. مواد مصرف میکنی؟ نه. نماز میخونی؟ بله. شیطان دیگه رفتم اونجا گفتم پول داری؟ گفتم نه. نه صحبت از نماز کردن، نه سلامتی کردن، هیچ. پول داری؟ نه. پول نداری مال زن گرفتن نیستی، برو دنبال کارت. بگو سوالایی که جوابش آماده کرده بودم نماز میخونی؟ بله. اصلا نه سوال از نماز، نه از سوالی از شرم و حیا، از فلان، از هیچ، از ارزش ها هیچ نشد. در کشور ما بین 600 تا 700 هزار نفر در سال ازدواج تحقق پیدا میکنه. از ها 4 ازدواج هم 2 تا به بالاش، کمتر از 2 تا بالای 1.5 منجر به طلاق میشه. طلاق هایی که شکل میگیره زیر 2 سال ازدواجه. بعضی 6 ماه وقتی دوره عقد طولانی میشه، دوره نامزادی طولانی میشه. عقد و ازدواج بچه هاتون رو طولانی نکنید، نامزادی و عقدشون رو طولانی نکنید که دلشون سیر میشه از همدیگه. هرچی حرفای قشنگ خوبه زناشوییست به همدیگه میزنن، بعد از ازدواج دیگه سرد میشن. کمک بچه هاتون بکنید تا عقد کردن ازدواج. پس به بچه هاتون احترام بذارید، ولی بچه ها هم به بزرگترها وقتی دیدن که صلاح تو اونه که حرف پدر و مادرشون رو گوش بدن، قبول بکنن که خیر در اونه و رضایت در اونه و برکت در اونه. ما در کشورمون اگر جلو 3 تا اسراف بگیریم، در استان هرمزگان 900 تا مدرسه کلنگی هست. من عضو خیرین مجمع خیرین مدرسه استان هرمزگانم و کشورم. ما انجمنی داریم در سورو، انجمن خیریه خاتم النبیین، تا الان بالای 150 تا مدرسه دولتی فقط درست کرده. اگر 3 تا اسراف در کشور ما جلوش گرفته بشه، اسراف عروسی ها، اسراف عزاداری ها، اسراف سفرهای حج و عمره و زیارت ها، طرف عمره میره 5 میلیون هزینه شه، 100 میلیون میاد سوغاتی و پلو و فلان و جشن میگیره. عروسی میشه با یک شربت و شیرینی هم، اگه ولیمه ندارید میدونیم گوشت گرانه، میشه با یک شربت و شیرینی هم چه سر و تهش به هم آورد. من 4 نفر داماد کردم، هزینه پذیرایی 40,000 تومان تو یک شب. پدر جان چند کارتون کتاب با یه سانتاف، مردم آمدن اناشید زیبا شنیدن، 4 نفر تو یک شب با 40,000 تومان چند سال پیش. تصور بکنید 50 تا داماد، 50 تا عروس یک شب، اگه 50 میلیون هم هزینه بشه برای پذیرایی، تقسیم بشه بین 50 نفر، نفر 1 میلیون میفته. ولی چقدر ارزش‌های معنوی داره. اگر ما همین اسراف عروسی، اسراف عزاداری، اسراف حج و عمره و زیارت‌ها یک کمی کنترلش بکنیم. من آمار استان فارس ندارم، استان هرمزگان 900 تا مدرسه کلنگی و کپری که رو سر دانش آموز داره له میشه میاد پایین. باور بکنید تو 1 سال یا 2 سال این 900 تا مدرسه چه درست خواهد شد. اونقدر اسراف، اگر اونقدر ما هرچی اسراف بکنیم رصید خیرمون کم میشه. اگه جلو اسراف بگیریم تهش میمونه که چه نوبت خیر کردن که رسید دیگه چیزی ما نداریم، فعلا بدهکاریم،
فعلا وام گرفتیم، اما ثمره بعدی عروسی و ازدواج فرزند تداوم نسل انسانی است. کمال اگه میخوای دعا بکنید دعا بکن پسرم، خودت و همسرت دعا بکن، دو نفریتون سجده شکر بکنید، دعا بکنید خدایا شاکریم از اینکه این توفیق رو به ما دادید. از پدر و مادرتون تشکر بکنید، هر دو طرفتون، تو و خانمت، که شما را بزرگ کردن، تربیت کردن، به فکر عفت و پاکدامنیتون بودن، براتون جشن میگیرن، در حقتون پدری کردن، مادری کردن. تشکر بکنید. این تشکرها از پدر و مادر، هر کسی که به تو خدمتی کرده، برکت زندگی انسانه، بدرقه راهتونه و زندگیتونه. و از خدا بچه رو بخواهید، بچه‌تون رو تعریف بکنید. خدایا فرزندی میخوام، نگو حتما پسر یا حتما دختر، خدایا فرزندی من بده که سالم و صالح و مصلح باشه، سالم در جسمش. ما در استان هرمزگان 2000 معلول داریم، 2000 بیماری تالاسمی داریم. برید مرکز تالاسمی ها رو ببینید، 2500 تالاسمی در استان هرمزگان. به خاطر که عاشق هم شدن نرفتن آزمایش خون بدن ژنتیک، طوری به هم دل بستن. بعد دکتر گفته چه آزمایش نه، یا تو روستا بودن. وقتی این بچه های معصوم میبینی 25 سالشه، کلش به این گندگی است، چشمش ورم کرده. 2500 فرزندی که تو چنین ازدواج هایی به دنیا میان چون نرفتن آزمایش خون بدن. مسائل ژنتیک خونی رو این بدبختا چه گناهی کردن؟ 25 سال 30 سال بدنشون نحیف، سرشون بزرگ، چشمشون خونی، زیر چشمشون سیاه. خدایا فرزندی بده سالم و تلاش بکنید. 2 سالم در جسمش، صالح در اخلاقش و مصلح برای جامعه. اینطوری دعا بکن. خودت و همسرت با وضو رو به قبله بنشینید. خدایا ثمره این ازدواج خوشنودی خودت، عفت و پاکدامنی، فرزند سالم و صالح و مصلح. بعضی دعا میکنن خدایا به من پسری بده که چشمش، موش، گردنش، پاش، اندامش از اون خوشگلتر تو منطقه نباشه. خب تو که این همه درباره خوشگلیش دعا کردید، یعنی این زبان بهش فشار میاد بگی خدایا در اخلاقش هم صالح باشه. اگه خوشگل باشه صالح نباشه فاسد میشه، جامعه رو فاسد میکنه. خوشگلا زنها رو به فتنه میندازن، فرقی نمیکنه چه مرد خوش تیپ و خوشگل چه اگه تقوا نباشه. اون دعا بکن، صالح در اخلاقش، مصلح در برای جامعه. از حوصله همتون تشکر میکنم از اینکه ما رو دعوت کردی در این عروسی و قابل دونستید. در اصل عروسی مال خودمونه. جالب، اینجا خیلی برام جالب بود وقتی وارد شدم، شیخ عبدالرزاق به من نگفته بود که پسرش با چه خانواده‌ای وصلت کرده. وقتی آمدم همه آقای شاکری ها اینجا بودن. سبحان الله، اینا دوستای قدیمی منن. شاکری ها در اماده‌ده، چه اونایی که قطرن، چه اونای حاج عبدالکریم شاکری، این بزرگ ما بود. هر وقتی من میرفتم اماده خونه ایشون میرفتم، بچه هاشون با بچه هامون آمدن خونه ما، رفت آمد داریم. اینجا وقتی دیدم یه سوال برام پیش آمد، سوال کردم، گفتن که فتحیه شاکری خانم کماله. خیلی جالبه برام. خیلی از دوستامو اینجا دیدم، خیلی از خاطره ها زنده شد. من از شما و مردم خوب این منطقه، از پیر و جوانشون خاطره های زیبا دارم و ممنونم و خدا جزای خیرتون بده به خاطر اون همه عاطفه های زیبایی که از شما دیدم و مهربانی ها و مهرورزی ها و خوبی ها و واقعا به این دوستی به خاطر خدا خیلی خوشحالم و سپاسگزارم. از حوصله همتون تشکر میکنم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. من یک کتابی آوردم برای کمال به عنوان هدیه. این کتاب حتما خودت و خانمت بخونید.
معمولا خودمون عادت کردیم اگه سرویس طلا تو عروسی نبری برای عروسی داماد یا سرویس ظرف یا یک هدیه مادی فکر میکنیم که این کسر شأنه. آیا شده تو عروسی هاتون برای عروسی داماد یک کتاب خوب بدید که این بخونن شاید همین کتاب زندگیشون رو متحول بکنه؟ من امشب یک کتابی آوردم برای کمال، راهی به سوی دلها. این کتاب تحول ایجاد میکنه. تألیفش عباس السیسی، ترجمه محمود محمودی، انتشارات آراس. اینجا هم نوشتم به نام خدا تقدیم به فرزند عزیزم کمال عبدالرزاق. محمد صالح پردل. اینو حتما 2 نفری بخونید انشالله که سبب تحول بشه. این کتاب شما هم بخرید برای خودتون. راهی به سوی دلها. از همتون التماس دعای خیر دارم، همتون رو به خدا میسپارم. خب یه سرود پایانی هم بخونن. اگه پدر داماد و عروس هم بیان اینجا یه عکسی با هم بگیریم. محمد ابراهیم باشه عبدالرزاق.